همیهنان گرامی و آقایون مسئول در ایزه، آقای استاندار خوزستان، آقای فرماندار ایزه، آقایون مسئول این کشور، نمیدونم معاون فناوری رئیس جمهور، مسئول محترم پارک علم فناوری نمیدونم کشور، آقایونی که این ماجرایی که میخوام حرف بزنم به شما ربط داره. سلام. قبل از اینکه صحبتام هم شروع بکنم یه خواهش از شما کنم، برای هر کسی که میدونید نیازه ارسال کنید، اینقدر نشوش بدید که صدای جوون این مملکت شنیده بشه. یه سوال از مسئولین میخوام بپرسم. شما یه روزی پیش بچه‌تون نشستید، 2 تا تصویر تو گوشیتون در آوردید نشونش دادید، یکی عکس این عکسو برادر پرایدو، یکی هم این عکسو. این 2 تا رو نشون بچه‌تون دادید، به نظرتون به بچه‌تون بگید از این 2 تا کدومو میخوای برات بخرم، به نظرتون بچه‌تون کدوم رو انتخاب میکنه؟ بله، شما جوابو میدونید، منم میدونم. طبیعتاً اینو انتخاب میکنن. بنده داخل کشوری دارم زندگی میکنم که یه ماشین چینی آشغال تو این کشور به یه قیمت فراماورایی گرون باید بخرم. بعد جالب اینه اگر همینجا یه سپر شکست باید برم 4 برابر اون پول بدم یه سپر فیک پیدا کنم بزنم سر جاش، یا اگه یه چراغیش در اومد باید بیام برم هر جایی از 10 برابر پول چراغه رو بزنم سر جاش، یا بیام سوار یه پرایدی بخوام بشم یا دنایی بشم که دیگه تو اون تصادف دیدید چی به روزش اومد، یا بقیه ماشینای ایرانی. بعد یه جوون تو همین کشور تو ایزه، یه جوونی به نام مهندس فرادی پا میشه، مغازه 40 متری رو اجاره میکنه، خوب گوش میدی، و میاد چنین وسیله ای رو از شاسی رو خودش نشسته طراحی کرده. یعنی میخوام بگم فکر پشت این ماجرا بوده، یه ماشینی با این وسعت رو طراحی کرده، ساخت کرده، به اینجا رسونده و تستاش اومده تو پیجش گذاشته، گفته ببینید این تستاشه، به این نحو میشه باهاش رانندگی کرد، داخل مقاومت‌هاش اومده به نشون داده، حتی گفته تمام وسیله‌هاش رو تو همین ایران جمع آوری کردم و روش بستم. یعنی یه طرفی اومده با یک ایده کاملا تخصصی خودش یه کار به این زیبایی ساخته، بعد پرایدو باید بیان تو یه همچین جایی تو این دفتر دستکار بسازن، این بنده خدا بیاد چنین وسیله‌ای رو داخل یک مکان 40 متری اجاره‌ای بسازه. تا اینجاش هم هیچی. جوون مملکتمون ساخته، ما جوونا قد میدونیم، کل مردم قد میدونن، میگن ای والله. حالا نقطه دردش کجاست؟ دردش اینجاست، میگه به هر مسئولی ما زنگ زدیم که بیاد و حمایت کنه، نیومدن. 1-2 نفرشون هم اومدن، یه قولایی دادن رفتن، دیگه جواب تلفن هم ندادن. قولایی بهم داده بیاد یه سری بزنه. بابا شما چی؟ بابا شما تا کی میخواید این جوونا رو فراری بدید؟ جوونی که اومده نشسته با فکر خودش شاسی طراحی کرده، دکور کارو طراحی کرده، با وسایلی که تو همین کشوره که شما میاد باهاش اینو میسازید، اومده اینو ساخته، یه کارو به این زیبایی ساخته. جای اینکه حمایت کنید، جای اینکه دنبالش بگردید، قربونش برید، التماسش کنید که بیاد براتون فکر کنه، براتون کار بسازه، درسته این داره دنبال شما میگرده. با شما چید واقعا؟ این همه زمین رو بردن و خوردن و آوردن، بعد طرف باید بره 40 متر جا اجاره کنه بخواد یه وسیله‌ای بسازه برای این کشور. بابا شما کی میخواید به خودتون بیاید؟ آقایون مسئول، آقایون مسئولی که صدای منو میشنوی، از آقای وزیر تا نمیدونم رئیس جمهور تا بقیه مسئولینی که تو این کشوری، شما خودتون بیاید کلاه خودتون رو قاضی کنید و بیاید این تصاویر رو نگاه کنید، ببینید مردم گرایشاتشون به کدوم سمته، که بیاد یه عمری مملکت رو بردید به سمت اینا رو بسازید. بعد یه چنین فکرهایی تو این کشور باید بخوابن، توی جای 40 متری فکر ساخت وسیله‌اش باشه، یه حمایت هم ازش نکنید. شما باورای جوونا رو ازشون گرفتید با بعضی از کاراتون، که من موقع عکس و استوری کردن خیلی اومدن نوشتن واقعا یعنی اینو یه بچه ایرانی ساخته، یعنی اینقدر که این بچه‌ها هنراشون دیده نشده دیگه کسی هم باورش نمیشه. من میخوام بگم که همین که باور یه نفر ازش گرفتید واقعا باید خجالت بکشید. فقط خواستم بگم فردا روزی هم اگر از این کشور رفتن لطفاً سریع تیتر نکنید، نمیدونم اینا گول رسانه‌های فلان رو خوردن، فکرشون رو فروختن فلان. تو همین کشور دارن التماستون میکنن، بابا ما ایدمون اینه، این کارا رو کردیم، نمیرید سر بزنید، حمایتشون نمیکنید. فردا روزی هم که میرن فکرشون هم با خودشون میبرن، اون موقع میبینیم همه دیگه به فکر افتادن. هیچی ندارم بگم، خیلی خوشحالم که چنین وسیله‌ای رو جوون کشورم توی شهری مثل ایزه پا شده ساخته و دردم اونجاست که کسی قدرش رو نمیدونه. فقط خواستم بگم مهندس فرادی دمت خیلی گرم، جوانای کشور قدرتو میدونن. همین. خدا نگهدارتون.